آقا سلام علیکم، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ از اونجایی که کار بابای من پسته هست و این روزا شبای عیده و خرید آجیل و پسته و این تنقلات خیلی زیاد شده و ما هیچ وقت پسته رو از بیرون نمیخریم و همیشه از بابا میخریم. به فکرم رسید که یه تحقیق کنم و ببینم آجیل خوب شب عید رو با قیمت مناسب مردم از کجا میتونن تهیه کنن و قیمت‌های آجیل برای شب عید چقدر هستش و اینها رو با هم مقایسه کنم و برای شما هم به اشتراک بذارم. همراه هم باشین و این ویدیو رو همراه هم ببینیم. بذارین الان که داریم در مورد آجیل حرف میزنیم قبلش در مورد پسته مرغوب صحبت بکنم و تا جایی که بابا به من اطلاعات داده و من خودم تحقیق کردم ببینیم که پسته تازه چجوری هستش و چطور میتونیم تشخیص بدیم که پسته تازه هست یا نه. توی طب سنتی پسته برای تقویت اعصاب، تقویت معده، افزایش حافظه، رفع گرمی و خشکی و غیره مورد استفاده قرار میگیره. البته برای رشد بهتر جنین هم به خانم‌های باردار خیلی توصیه میشه. پسته دارای کلسیم و آهن بالایی هستش، پس برای درمان کمخونی هم خیلی خوبه. برای تشخیص تازه بودن یا کهنه بودن پسته باید اول بفهمیم که اون پسته آبخندان هست یا نه. آبخندان یعنی چی؟ کشاورزا وقتی که پسته رو برداشت میکنن یه سری از پسته ها هستن که باز نمیشن و همونطور توی غلافشون پسته ها میمونن و برای اینکه پسته ها خندان بشن و دهن پسته باز بشه این محصول رو توی حوضچه های بزرگی نگه میدارن که توش پر از آب و مواد شیمیایی هستش و بعد از یه زمان مشخصی این پسته ها رو از آب برمیدارن و این پسته برای تشخیص پسته خوب از پسته نامرغوب خام رو خیلی راحت تر میشه تشخیص داد. الان بهتون میگم چرا. پسته خام رو وقتی که ما یه دونش رو یا زیر دندونمون که میذاریم و به راحتی نرم میشه یعنی این پسته هنوز رطوبت کافی رو داره و پسته تازه‌ای هست و با درصد بالایی میشه گفت این پسته تازه هست. علاوه بر اون به رنگ پوست پسته و خود پسته هم میشه دقت کرد که هرچی زمان بیشتری میگذره پوست پسته هم تیره تر میشه. حالا یه سری دیگه پسته ها هستن که بهشون میگن آبخندان. یعنی چی؟ وقتی که پسته ها برداشت میشن و یه سری پسته ها هستن که خب خندان نیستن و دهنشون هنوز بسته است و چفت هستش. این پسته ها رو باید یه جوری خب به هر حال باز کنن تا ظاهر شکیل تری داشته باشه و مشتری بهتر بپسنده. مجبورن چیکار کنن؟ این پسته ها رو میریزن توی یه حوضچه هایی که توش آب و مواد شیمیایی رو میریزن و بعد از یه فرایندی اون رو از آب در میارن و این پسته دهن باز میشه که به این پسته میگن پسته آبخندان. پسته آبخندان کیفیت خیلی بالایی نداره و کیفیت پایین‌تری داره. و برای تشخیص این که ما بفهمیم که پسته آبخندان هست یا پسته سالمی هست که در طی رشد این پسته دهن باز شده باید یه مشت از پسته ها رو بگیریم و کنار گوشمون تکون بدیم. پسته هایی که آبخندان باشن وقتی توی آب باشن آب رو جذب میکنن و باعث میشه که این پوسته ضخیم بترکه و باز بشه و وقتی که خشک میشن این پسته ها دوباره جمع میشن و از پوسته خودشون کوچیک‌تر میشن و وقتی ما این رو کنار گوشمون بگیریم و تکون بدیم توی پوسته خودشون حرکت میکنن. میتونیم متوجه بشیم که این پسته آبخندان هستش. معمولاً بهترین پسته و بالاترین کیفیت پسته خام هستش برای اینکه پسته که داره کیفیتش میاد پایین و زمان بیشتری داره ازش میگذره رو میبرن برای شور کردن تا مدت بیشتری بتونن اونو نگهداری بکنن و با شور کردن زمان بالاتری میتونن اونو نگهداری بکنن. پس باید سعی کنیم که بیشتر پسته خام رو تهیه بکنیم چون علاوه بر این که املاح و ویتامین های بهتری رو توی خودش نگه داشته شور هم نشده و از اون طرف متوجه میشیم که زمان زیادی نگهداری نشده بوده. این از پسته. قیمت هر کیلو پسته توی بازار از 500 تومن هستش تا 1200 و الی بالاتر. بستگی داره شما البته پسته رو از کجا بخرین و از کی بخرین. قطعا این پسته ها کیفیت متفاوتی داره و سایزهای متفاوتی هم داره. پسته اکبری داریم، کله قوچی داریم، پسته فندقی داریم و پسته های مختلف. و خب میگم بستگی به نوع خود پسته قیمت ها متفاوته.
میرسیم به بادوم هندی که خیلی ها بادوم هندی رو از همه آجیل ها بیشتر دوست دارن و مورد توجه خیلی های دیگه هم هستش. بادوم هندی هم باز هم مثل بقیه آجیل های دیگه بستگی به کیفیتش داره، به ریز یا درشت بودنش، به خورد بودنش، به تازه بودنش، به خورد یا درسته بودنش، به لپه بودنش، بستگی به این عوامل داره و اینها میتونن توی قیمت بادوم هندی تاثیر داشته باشن. بادوم هندی توی بازار از 900 تومن شروع میشه تا 1,200,000 تومن که قطعاً توی بازار و با خرید حضوری به نظر من قیمت‌های مناسب‌تری هم میشه پیدا کرد. میرسیم به فندق. فندق هم عین بقیه آجیل هایی که براتون گفتم همینطور بستگی به کیفیتش داره و طوری که من سرچ کردم قیمتش از 400 خورده شروع میشه تا 1,200,000 تومن که من سرم داره سود میکشه از قیمت ها. بادوم زمینی به نسبت آجیل های دیگه و مغزیجات دیگه یک کمی قیمت مناسب تری داره و مشتری های خاص خودش رو داره. چیزی که من گشتم و پیدا کردم قیمتش بین 180 تا 290 تومن هستش. قیمت این هم باز بستگی به اندازه، سایز، کیفیت، تازه بودن و این چیزا داره که بالا و پایین میشه. بادوم درختی هم اگر بخوایم بدون پوستش رو تهیه بکنیم قیمتش از 800 تومن شروع میشه میره تا بالای 1,000,000 تومن که من هرچی دارم به شما اطلاعات بیشتر میدم بیشتر متوجه میشم که نباید اصلا دید و بازدیدی بریم و هیچ مهمونی احتمالا نباید بپذیریم. حالا جدای از شوخی اصلا دلیلی نداره که ما بخوایم برای عید و دید و بازدیدهای عید انقدر سخت بگیریم. مهم دور هم بودن، دید و بازدیده و دیدن روی همدیگه. تخم کدو رو شما میتونین از 200 تومن تا 310 تومن تهیه بکنین و به نظر من باز هم اگر که بتونین و شرایطشو داشته باشین و حضوری بتونین اینها رو تهیه بکنین خیلی بهتره و قیمت‌های مناسب‌تری میتونین پیدا بکنین. علاوه بر این که از کیفیت اون محصول حضوری مطمئن میشین و مطمئن میشین که محصول با کیفیتی رو تهیه کردین. تخمه ژاپنی یا در اصل همون تخمه جابانی که یک روستا در نزدیکی دماوند هستش که به مرور زمان اسمش هم برگشته و به اسم تخمه ژاپنی شناخته شده. تخمه جابانی رو میتونیم از کیلوی 300 تومن تا 670 تومن سفارش اینترنتی بدیم و قیمتش هم به نسبت کیفیتش و مرغوب بودن محصول بالا و پایین میشه. تخمه آفتابگردون که از همه قیمتش مناسب تره و خیلی بیشتر هستش و فکر کنم حداقل ما که فقط تخمه ژاپنی رو بتونیم برای عید تهیه کنیم با این قیمتایی که داریم میبینیم. تخمه آفتابگردون از کیلوی 85 تومن شروع میشه و باز هم چون کیفیت ها متفاوته توی بازار تا 300 تومن هم پیدا میشه و میتونی تهیه بکنی. حالا ممکنه همه نخوان که یک کیلو آجیل رو بگیرن و مغزیجات رو خودشون ترکیب بکنن. یکی ممکنه که فقط بگه من 1 کیلو میخوام آجیل 4 مغز رو داشته باشم. اگر بخواین 1 کیلو آجیل 4 مغز کیفیت پایین رو بخواین بگیرین از کیلوی 610,000 تومان شروع میشه و تا کیلوی 1,200,000 تومان هستش. بهتون گفتم باز هم کیفیت هستش که قیمت ها رو تعیین میکنه. آجیل شیرین آجیلی هست که قطعا خودتون میدونین توش مغزهای شیرین هم هستش مثل کشمش، مویز، کشمش سبز و انجیر خشک که بهش میگن آجیل شیرین. آجیل شیرین رو میتونیم از قیمت 690 تومن تا 1,300,000 تومن میتونیم تهیه بکنیم که باز هم بستگی به انواع مغزهایی که توش هستش و کیفیت مغزهایی که توش هستش میتونیم خریداری بکنیم. اینها قیمت آجیل هایی بود که برای شب عید من براتون پیدا کردم. اینها قیمت آجیل های امسال برای سال 1403 بود. اگر خرید حضوری بکنید خیلی بهتره. البته من فکر میکنم اصلا امسال آجیلی در کار نباشه توی خونه هامون که انقدر قیمت ها مناسبه، ولی خب میگن که با حلوا کردن دهن شیرین نمیشه ولی میشه. حداقل اینکه توی چه جامعه‌ای، توی چه شرایطی و توی چه مملکتی، توی چه سالی داریم زندگی میکنیم این خیلی مهمه که بدونیم و امیدمون باشه به روزهای بهتری.
امیدوارم که امسال سال خیلی خیلی خوبی براتون باشه. قبل از هر چیز براتون آرزوی سلامتی میکنم که بزرگترین نعمته، بزرگترین داراییه که هر آدمی میتونه توی زندگیش داشته باشه. بعد شادی، دل خوش و سلامتی عزیزانتون، حال خوب براتون آرزو میکنم و امیدوارم به تک تک آرزوهای بزرگ و کوچیکتون برسیم. امیدوارم که امسال درهای رحمت براتون بیشتر از قبل باز باشه و تمام آرزوهایی که تو همه این سالها داشتین و بهش نرسیدین و گفتین مگه میشه، اگه بشه چی میشه، بهش برسین و بگین دیدی شد، خدا رو شکر میکنم که شد. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو دیدین، همراه هم بودین و منو همراهی کردین. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین و من رو همراهی کنین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره و برای دوستانتون بفرستین و اگر هم دوست داشتین سابسکرایب کانال رو هم فراموش نکنین. مرسی از همراهیتون.